پیغمبری خدا گفت کدام زنی که زخم زبان میزند دل شوهرش میخراشد و آزار میدهد فردا روز قیامت زبانی و 70 گز میشود. و اما معلقه بلسانها، پیغمبر گفت ای فاطمه گفت اونهایی که از زبانهاشون که زبان اون زن 70 گز دراز می شود، 30 متر همون زبان دراز می شود، در آتش در همه می پیچد، از او زبان آویزان می شود. او کی است؟ او زنی هست که فکانت تؤذی زوجها بلسانها. او زنهایی هستند که در دنیا با زبانهاشون دل شوهرها را آزردن، شوهر را زخم زبان زدن، شوهر را بی قدری کردن، سخن بد در حق شوهر گفتن. شوهراشون بعضی مادری هست که در دیگر جا میشینه غیبت میکند. آیا این اسلام است که شوهر اخته در دیگر جا غیبت میکنی؟ قال علیه الصلاة و السلام، پیغمبر گفت که ما من امرأة تؤذی زوجها بلسانها الا جعل الله لسانها یوم القیامة 70 ذراعا ثم عقدت خلف عنقها. پیغمبری خدا گفت کدام زنی که زخم زبان میزند دل شوهرش میخراشد و آزار میدهد فردا روز قیامت زبانی و 70 گز میشود. ابی بکر صدیق رضی الله تعالی عنه گفت که سمعت، شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت ایما امرأة عذبت زوجها، کدام زنی که شوهرش به زبانش بلسانها به زبانش آزار بدهد دلش بخراشد فهی فی لعنت الله و سخطه، او در لعنت خدا است، او زن در لعنت فرشته ها است، در غضب خدا است و لعنت الملائکه و الناس اجمعین. مادرها و خواهرها خوب بشنوند بدانند که حالی اون زن چی می شود که دل شوهرش آزرده کند. دیگر عثمان رضی الله تعالی عنه، عثمان غنی داماد پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، از پیغمبری خدا شنیدم خودم که ما من امرأة قالت لزوجها، کدام زنی که به طرف شوهرش بگه که بی باک بی پروا با چهره بلند بگه که ما رأیت منک خیرا، سین شوهرش میگه من از تو چی دیدم؟ من از تو یگان نیکی ندیدم. کدام زنی که اگر همین خیل بگه الا احبط الله عملها 70 سنه، 70 ساله عملی کردگی طاعت عبادتش برباد میرود. وقتی که به طرف شوهرش بی باکانه همین سخنه بگه. ولو کانت تصوم النهار و تقوم اللیل، اگر چنده که پیغمبر میگه شب به نماز گذرانده باشد و روزه به روزه.